رفتن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی ایرودی روانت قسم. فرهمند پرویزاد نخستین نورس است که از شهر خوجند در لویحه آواز طلویی 2011 اشتراک کرد و توانست به زودی با آواز مرغوله‌دارش به دل هواداران راه یابد. که جان و تنم را فدایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن. از لویت سوخت من یکم بودم. وقتی که به درون آمدم تماما خودم را ناتاب حس کردم، نتوانستم سرود خواندم. اما وقتی که اپای حیاتای مرا دلبرداری کردن، گفتن تو خودت را عذاب نده، فکر کن در اینجا هیچ کس نیست. وقتی و دلم ملایم شد وقتی که در آنجا سرود خواندم. کودکان اینها مخزن محبت هستند و میدونید وقتی که یک هنرمندی که چند سال هیکل میتراشد، اندیشه میکند، خودش را میتراشد، هیکلش را میتراشد، میآفرد و چیزی دیگر است. لیکن وقتی که کودک میبراید مانند یک گلکی که هنوز و یگون کس بو نکرده است میبراید و همون احساس مثلا برای بیننده میتید، این چیزی دیگر است. کودکان خودشان موسیقی هستند، خودشان آهنگ هستند، خودشان شعر هستند. وقتی که در دور اول او غالب آمد، من همون روز رو در خاطر دارم. تا گوهش به مکتب آمدم و در صنف هشیبه که فرهمند در اونجا تحصیل میکرد در آمدم و در وقت اخبارات سیاسی که در فن تاریخ البته این چیز جاری است، اولی سخنی که من گفتم با بچه ها این آن بود که شادیانه دهید که فرهمند غالب آمد و به دور دوم راه خط گرفت. فرهمند از عائله صنعتکار است. پدر و برادر و عمکویش همه سراینده‌اند. ما همین فرزندها همون تربیت پدر کردیم، همه صنعتکار شدیم. در دیگر ساحه ها هم کار کنیم که لیکن همون سایه صنعت به هستیم. همین چیز فرزندای ما هم به هم خود یک ارشاد بریم گذاشتگی بود. من فرهمندم هم خیلی. هرچند پدر نمیخواست که فرزندش در این جاده رود، او در باغچه بچگانه بودنش میسرایید و در مکتب نیز جمامت‌ها را رنگین میکرد. وقتی که ما رو به باغچه داده بودیم، در همون جا وای به صنعت شغل داشت و در همون جا تیاریش رو میدید. معلمش تیار میکرد، در همون آزمون‌ها در همون صحنه‌ها بازی میکرد، جشن‌ها به شعر سرود میخواند. در همون باغچه اولا وای میکرد. در همون جا شعرخوانیش رو آغاز کرده بود و بعدا در مکتب هم خیلی مانده بود. نصیب دست در تلویزیون باورستان هم جای نمایان را اشغال کرد. این آبروی ما، فخر ما که ما هم خیلی دادر داریم. یکم این روزی بچه ها بود، عیدی بچه ها بود و یه باغ ببردن همون پایده همونجا برومت کرد. همونجا اینا آوازش اکن نغز بدگیشه کرده. هم بعدی باید سیفی یکم رفت عیدی الف بو و هم با مکتب برومت میکردگی شد و لیکن من راستش نمیخواستم که همین فرهمند یک همین ساحه صنعت برود، چون که همه ما صنعتکار میگیم که همه در خانه همه صنعتکار شود، یگان ساحه دیگر هم به یگان کار کردن در کار. گفته اولی وقت به قدر اهمیت نمیدادم، بعد ثانی میبینم که نه همین راستی رفته در چوربینی ها برآمد میکند یا که در یگان کنسرت ها پیش جوره ها برآمد کرده. من همین و صنعت خونش به هست جدا شده نتوانست بینم که نمیشود، برگشته به اهمیت میداده که شدم راستش. شوق و هوس فرزند را دیده پدر را به جز کمک و تمرین فرزند کاری نمانده بود. یک بار دوبار اومد وای کردم خان همون شفق کودکی کتی
بعد دویم بار سیوار بیدم که وایران کردوست یا از سوز برمادوست اتم برمادوست همین آدمی ویم سال ویش میبرد که جمع کرده میخونی همین کودکسی بیچاره گیره کراس آب چشمش ریخته سوده است لیکن خونده سوده است شاشتونی تو چیکار گفته خونده است همین وای هیچ هر وقت هم تو بیا اگر همین چیز پیش نظرم میاد که وقتی تو گیره کرده در پیش باش سرود خونده بیدی گفته نوزیکی‌های صنعت موسیقی و متن آهنگ را به او آموزانید. از روی اون که من همین تربیه خودم که بود بیشتر انتخاب موضوعهای خودم کردم میدادم من نشه بلند نگیر نشه پس نگیر من خودم که متخصص موسیقی که هستم و اجرایش آوازها ما اهمیت میدهم بیشتر همون دوره گذریش آوازها هست که همون دوره من بسیار سرودهای وزبین فرهمند نمیموندم برای اینکه وای صدا پرده البته ضررش بود. نتیجه این تمرین ها بود که فرهمند در چندین آزمون و برنامه های کنسرتی اشتراک کرده شایسته تحسین گردید. افتخارنامه رحمت‌نامه خیلی یا بسیار گرفتگی بهش به مکتب دادگی وقتی که 8 مارس عید مادرم رو برآمد کرد معلم و دیرکتوری مکتب رحمت‌نامه داده پدر والدینش به ما التماس کردن که فرهمند وای بتیتونمون مکتب موسیقی با ما اویل ما هم صنعتکار کی بودن اکوش مکتب نیست صنعت خونده اما کاش همه خیلی دادوش هم موشن هم خیلی صنعتکار کی بودن اینو قبول نکردن خودشون همه خیلی اخونه تیار کردنش. فرهمند در کارهای جمعیتی هم صنف هم مکتب بیرون از اون خیلی فعالانه اشتراک میکند. یگان چاره‌بینی مکتب بی اشتراک او نمیگذرد. آواز فارمی او را همگان در مکتب از صنف 1 تا 11 همه خیلی خوب میشناسند و دوست میدارند. به جز آوازخوانی نواختن فورتپیانو و دوتار را نیز آموخت. او با برابری هوسکاری ممتاز بودن خواننده خیلی فعال می باشد. زیاد از این فرهمند ورزش را خیلی دوست می دارد. در صنف 7 من از نو عشق کاراته در دل من جوش زد. خواستم به همون به پدرم گفتم. پدرم خواستی مرا نگفتن رفتم. در حالا قریب 2 سال می شود که در آنجا مشق میکنم. در راه ورزش هم فرهمند راه خودش یافت و رفت. مثلا کاراته وقتی که من گفتم از خویش تباران ما یگان کس ورزشگری نبود که مثلا با کاراته مشغول شود اما کاراته هم این صنعت است. مثلا دیدم که خودش شغل ورزید و به یک درجه رسید. خرسند از آن هستم که او هم در جبهه هوسکاری هم در خوانش پیشرفت است. در برای دیگر خوانندگان وی نمونه است. باز یک همین چیز را قید کردن هستم که او ورزشکاری خوب هم می باشد و در محفل کاراته دو و اشتراک دارد. از این چیز من باخبر هستم و در ساحه ورزش هم وی غالبیت ها به دست آورده است و آینده تاجیکستان ما البته در دست چنین خوانندگان می باشد. در دست چنین نسل نمایندگان نسل نورسی تاجیک است. عموما ورزشکارانی که مشق میکنند یکمش انتظام خوب پیدا میکنند آداب خوب پیدا میکنند اساسی تربیت ما همین است. ورزش به مشغول شود و هم سلامتیش بفایده هم از دیگران دور. یک وقتی انیقتی میرود میبیاد مکتب میرد بیگاه ورزش خانه میبیاد نزد من پیش پیانینه یا سرود یا رقص. من همین خاطر که کرده بودم که هم برای سلامتیش لیکن من حتی خودش گفته بودم که من توی چمپیون شب گفته با ورزش نمونم برای سلامتی خودت. اول در دسته فوتبال بازان مشق میکرد پس آن به مکتب کاراته 2 آمد. فرهمند بسیار بچه سیر حرکت یعنی یک بچه زود فهم یگون کار یگون مسئله رو اگر حل کردنی باشد و شب و روز مهنت میکند خوب نمیکند
و یگان وظیفه رو اگر به عهده خود گیرد اگر و البته حرکت میکند که همون وظیفه رو اجرا کند. من نمیدونم او در دو راه هست و راه سوم هم هست که راه اکتیوری رو انتخاب کرده است و با تئاتر نورس همکاری دارد. در سه راه هست نمیدونم، اما این سه راه همش یک پیوستگی دارد. این پیوستگی ایجاد فرهنگ و نوری اون استعدادی که از سینه‌اش جوش میزند یا ورزشگری نغز میسازد و یا آهنگسازی نغز یا آوازخوانی نغز یا نمیدونم اکتیوری نغز. این زندگی گمان میکنم که خودش معین میکند. فرهمند در چند مسابقه شهری و ولایتی اشتراک کرده صاحب جایهای افتخاری گشته است. در یک چند مسابقه ناحیوی، شهری، ولایتی ها، من مسابقه ریسپوبلیکایی ها و چند نمودها من اشتراک کردن و سزاوارهای مدال ها گشته است و جایهای نمایان را اشغال کرده است. چند است او در تئاتر تماشابین نورس شهر خوجند به حیث هنرمند فعالیت میبرد. مرا با موش تبدیل داده گفت کنی بین چی؟ اکنون سایت‌های آزاد کرده و تو یاری میداده باشم. موی سفید خطابش رو دیدم، خورد بودم و دیدم همین بچه، پسر بچه همین خیلی نقش رو خوب آفریده است که در دل همین خیلی خوب آفریده است که در آن وقت در دل من مهری صنعت، مهری صحنه و فرودم و پیدا شد. در آنجا من به خود مقصد گذاشتم که من هم اکتور میشوم، هم سرآینده میشوم و هم دیگر. چخیل که میگویند به یک مرد 40 هنر کم است. با امکم طالب کریم آذرخش مراجعت کردم، مرا به تئاتر تماشابین نورس آوردند و حالا 4 ماه می شود که من در اینجا درس سبق می آموزم و از معلم خود برایت مقصود و درسی صحنه را می آموزم. همونجا هم بیشتر بچه ها هستن، تئاتر بچه ها هست. 2 بار 3 بار همون جاهایی که دیده تماشا کرده، تماشا هم اومده تئاتر رو مکتوب نشون میدادن، هم گشته طلبه های تئاتر ها میبردن که همون چیز یک شوق پیدا شدیم به خودش بکی اونجا اعلام کردن که ما همه خیلی بچه های لیاقتمنده قبول میکنیم. گفته راستش من بردگیم نیه به اونجا و یا راستش خودش رفت همون نقش اجرا کرد، معقول شد، همون خودشون گرفتن. من اجازت پرسیدن که اجازت میتونم، گفتم با جان دل همین رژیم نیا کنید، وقتی بکرتون باشد مرحمت روید. همونجا هم اعضا است، رفتم آمده ایستاده است. در صحنه در قطار هنرمندان شناخته نقش می افارد. نانی صحنه را خوردن این عرق جبین ریختن است. من فکر میکردم که همین خیلی بازی، اما وقتی که به اینجا آمدم اینجا تماما دیگر است. برای یک نقش چندین معلمان و کارگردان ها و آنها و دیگران خیلی زحمت زیاد میکشند و از همان وقت من فهمیدم که صحنه این بازی نیست، صحنه این عرق جبین ریختن است، محنت کردن است، در صحنه بازی کردن. برنامه اوزیتلوی در این راه در راه دریافت چهره‌های تازه، دریافت استعدادهای نو خیلی 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 خدمت بزرگی کرده است و من تشکر میگویم به تشکیل کننده ها و سازنده های این برنامه و گمان میکنم که در آینده باز با شکل و با نمودی نو ادامه می‌یابد. این برنامه خیلی خیلی دامنگیر میشد و آنهایی که امسال شرکت ورزیدن و چند نفرشان من در دفتر خاطرم هم نوشتم که فلان کودک خیلی آوازخوان خوب میشد، نوابسته از اون که خیلی که خودی اعضاهای ژوری داوران با اینقدر محبت، با اینقدر دلسوزی به آنها گفتند که تو آوازخوان خوب میشی، اما
به دور دیگر نگذاشتی. من باور دارم از بین اون کودکایم خیلی بچه‌های هنرمند فردا آواز خواهند داد. اگر اشتراک میکنند نمیکنند، ما از بین آنها فردا چهره‌های نو، آوازخوان‌های نو رو می‌بینیم در صحنه‌های تاجیک. با آغاز لایحه فرهمند خواست استعداد خود را بسنجد و حالا او اشتراکچی دور نهایی آواز طلایی 2011 است. که خاکی آزمون است. چون همه گذراتگاه باید که 1600 کس میگذشت. بعضی پدر مادرها هم میخواستن که فرزندانشون سخت آمدن که نتونستی این تو کردی. من این خیلی دیگه نبودم. من گفتم بچه‌م بخته گذری خیر نگذارید، شما هیچ وقت صنعت هنری شما هیچ که گرفتن نمیاد و در آینده شما نقض میشه. هم همسایه همی و هم فرهمند تلویزیون رو دیدیم. آزمانی آواز طلایی وقت پسرچه بالای سرم میشینه هر بگو گرومدش سرودی همی فرهمه میخوندگی بلند میخوند بچه خرسند شدی که منم این سال رفته اشتراک میکنم آواز طلایی بگفته. وقتی که اولین بار شرکت کرد من گمان نداشتم که مثلا فرهمند فردا در آخرین زینه آزمون شرکت میکند و میگه که من در قطار بهترین ها سرود میخونم، چون که فرهمند اصلا گفتم تعلیم موسیقی ندارد، اما در دلش پر موسیقی و شعر و آهنگ هست. و هر یک برآمدهایی که از طریق تلویزیونی بهارستان با اشتراکچیانی آزمون میگذارد، من خودم با فرزندانم در نزد آینی نیلگون نشسته برآمدی فرهمند رو که بی‌صبرانه انتظار میشوم و هر یک غالبیت هایی که او به دست می آورد، این غالبیت نه تنها اوست بلکه تمام ماست. با او برار میخواهیم